صبحتان بخیر باشد هموطنان عزیز. فرارسیدن باز یک روز نوی فصل آخر تیر ماه را به شما مبارک میگوییم. با تمنیات و آرزوهای نیک بخش ستاره باران را آغاز می نماییم. خیلی که شما الکی آگاه شدید، امروز ما درباره کار و فعالیت هنرمند نامدار مل گیبسون معلومات می دهیم. کارگردان هنرمند امرو استرالیایی، مؤلف سناریوها و پرودیوسر مالکولم کیلی جرارد گیبسون سنه 3 ژانویه سال 1956 در نیویورک تولد شده است. از عائله ایرلندی کاتولیکی می باشد. در عائله ششم فرزند در بین 11 نفر است. سال 1968 عائله گیبسون به استرالیا می آیند. مکتب استرالیا را سربلندانه ختم نموده به دانشکده ملی صنعت تئاتر در سیدنی داخل می شود. اولین نقش خود را هنگام دانشجو بودنش در فیلم لیتنی گورد بازیده است. سال 1979 هنرمند در فیلم های تیم بیزومنی ماکس نقش آفرید و یک چند نامگوی جایزه ها را صاحب شد. در این گذشته گیبسون با همسرش رابین شناس می گردد. آنها سال 1980 خانه‌دار شدند. گیبسون صاحب 7 فرزند، 2 دختر و 5 پسر می باشد. شهرت جهانی را میل بعد نقش آفریدن در فیلم بیزومنی ماکس سال 1981 میسر گردید. بعد این موفقیت او فعالیت خود را در گالیوود آغاز نمود و اولین فیلم در گالیوود ثبت کردهش این باونتی می باشد. آغاز سال 1990 گیبسون کینوکمپانی خود را با نام آیکون پروداکشن تأسیس داد و جرأت نموده کار کارگردانی را به ذمه گرفت. اولین فیلمی که او کارگردانی کرده است چلوویک без лица بود. سپس دوم فیلم خود را با نام خرابرای سرце برآورد. همین فیلم ها او را نامدار گردانیدند. فیلم های مذکور با جایزه اسکار سرفراز گردیدند. سال 2004 مل فیلمی استراستی خریستوی را ثبت نمود که اهل جامعه جهان را به حیرت گذاشت. از طرف پاپای ریم ایوان پاولای دوم بهای بلند داده شد. اخیرا فیلم گیبسون اپوکالیپتو نام دارد. این فیلم به تاریخ اپوسی بخشیده شده است. نخستین نمایش فیلم مذکور سنه 8 دکامبر سال 2006 برگزار گردیده بود. فیلم هایی که گیبسون در نقش‌های اساسی بازیده است لیتنی گورد، تیم، بیزومنی ماکس، ریکا می باشند. دوستان عزیز، این بود بخش ستاره باران. برایتان زندگی آرام و آسوده، دسترخوان پرفیض و روزی پربرا را آرزو ماندیم. بگذار تمام روز شاد و مسرور، خانه‌تان پرنور، قلبتان شاد و منزلتان آباد باشد.